ما اسم GTR رو انتخاب کردیم که از F1 GTR اومده. F1 GTR 1 در سال 1995 وارد بازار شد که بسیار عالی بود و باعث شد که ما اسم تقریباً مشابهی رو برای مکلارن P1 GTR انتخاب کنیم. داستان از این قراره که راننده‌ها در هر بار رانندگی بهترین عملکرد ماشین رو شاهد باشن. قبل از اینکه دستشون به ماشین برسه فرصت دارن بیان تو مکلارن به ما ملحق بشن تا بتونن تجربه بی‌نظیر شبیه سازی رو که اینجا داریم امتحان کنن. با شبیه ساز این امکان فراهم میشه که دارندگان GTR ماشین رو قبل از اینکه تو پیست واقعی برونن اینجا امتحان کنن. اونا میتونن نکات لازم موقع چرخیدن و ترمز کردن رو یاد بگیرن و با عملکرد واقعی ماشین آشنا بشن. با طرح مخصوص P1 GTR ما تلاش کردیم تا کار متفاوتی رو انجام بدیم. از این لحاظ این کار مشابهت زیادی به بقیه کارهایی که اینجا انجام میدیم داره. ما اون روند همیشگی و تکراری رو دنبال نمی‌کنیم. ماشینایی که ما تولید می‌کنیم با سایر رقبامون فرق دارن. در نتیجه باید طرح‌هایی هم که میدیم متفاوت باشن. ما همچنین طرح عملکرد انسانی رو داریم. این طرحیه که تا به حال هرگز و در هیچ جایی خارج از مکلارن ارائه نشده. اون رو واسه رانندگان فرمول 1 و جوونمون در نظر گرفتیم. این طرح فقط به آمادگی جسمانی مربوط نمیشه، بلکه آمادگی روانی هم بخشی از اونه. در واقع نشون میده که چطوری میشه یه راننده کامل بود و سعی میکنه راننده ها رو از نظر روحی و روانی و جسمانی برای رانندگی بهتر آماده کنه. ما این طرح رو واسه چند تا از مشتریامون ارائه کردیم و اونا واقعا ازش لذت بردن. در واقع تلفیقی از طرح عملکرد انسانی و آماده سازی با شبیه ساز و همگی اینها قبل از اینکه دستتون به ماشین برسه انجام میشه. این طرح به طور اختصاصی مسیریه که ما صاحب یه P1 GTR رو توش به جلو میبریم تا خودشونو ارتقا بدن و مدام تمرین کنن تا به بالاترین سطح آمادگی برسن. بعد به پیست برمیگردن و از مهارتاشون استفاده میکنن و هر کسی که از این طرح استفاده کرده باشه میتونه اینو بهتون بگه که تجربه خیلی خوب و به درد بخوریه. ما چیزی حدود 10 تا 12 تا گرد همایی بین‌المللی رو برگزار میکنیم و مشتریامون میتونن تو 6 تای اونها شرکت کنن که همگی اونا توی پیست بین‌المللی گرند فرمولای 1 برگزار میشه. زمانی که مشتری‌ها به اونجا میان در آخر هفته به رانندگی مسابقه حرفه‌ای تبدیل میشن. با رسیدن اونها ماشیناشون قبلا آماده شدن، لباسای مسابقهشون فراهم شده. اونا مربی رانندگی دارن، تکنسین مخصوص خودشون و مهندس خودشون رو دارن. اونا حتی گاراژ اختصاصی دارن که ماشینشون رو توش پارک میکنن. کسی که تو طرح P1 GTR شرکت میکنه نه تنها صاحب چیزی که اسمش GT مخصوص پیست هست میشه، بلکه همگی بخش از یه طرح منحصر به فرد اینجا داخل دنیای اتومبیل و مسابقه مکلارن میشن و این امتیاز خوبی برای اونا محسوب میشه. ما تمامی درهای اینجا رو باز میکنیم تا بتونیم متقاضی ها رو با مکلارن بیشتر آشنا کنیم و واسه این کار تمام توانمون رو به خدمت میگیریم تا نه تنها به اونها نشون بدیم که چطوری ماشین میسازیم، بلکه همینطور ببینن که ما چطوری در طول این سالها راننده های مختلفی رو از یه جوان ساده به قهرمان های دنیا تبدیل میکنیم و رانندگان GT رو تبدیل به یه حرفه‌ای میکنیم. تجربه‌ای که شما از راندن P1 GTR در پیست به دست میارین واقعاً بی‌نظیره.